ریاست وزارت کارهای داخله در شهر دوشنبه روز 23 مای سال 2022 از بازداشت زنی خبر داد که هفته گذشته ویدیوی باسنگ بانکمات‌های دوشنبه سیتی را زده شکستنش نشر شد خبر داد. میلیسیای پایتخت تاجیکستان میگوید وقت‌های آخر در شبکه‌های اجتماعی و سامانه‌های اینترنتی شکایت شهروندان اوید به نداشتن مبلغ و فعال نبودن بعضی دستگاه‌های خودکار بانکی یا بانکمات نشر شده باعث ناراضگی مزاج گردیده است. اما گفته می شود در اطلاعیه میلیسیا این در هیچ حالت نمی تواند باعث آن شود که یک شهروند خود سرانه چنین دستگاه‌های خودکار بانکی را شکسته کارناشی هم نماید. اشاره میلیسیا به ویدیویی بود که هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی نشر گردید و در آن حالت باسنگ زده شکستن دو بانکمات شرکت دوشنبه سیتی از جانب یک زن ثبت شده بود. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه گفت در نتیجه پیشبرد یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که جوانزن در نوار انعکاس یافته شهروند مومن و مهرافروز سال تولدش 1987 استقامت کننده ناحیه تیمورملک دهه ترسونزاده می باشد. ضمن پرسش معاین کرده شد که نامبرده سانه 18 مای سال جاری از سبب نداشتن مبلغ عصبانی شده به واسطه سنگ دو عدد دستگاه خودکار بانکی شرکت دوشنبه سیتی را واقع در ناحیه شامنصور کوچه صدرالدین عینی را زده کارناشی هم نموده است. در حرکت‌های نامبرده که قصد نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک دیده می شود برای آغاز نمودن پرونده جنایتی طبق طلبات ماده 255 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان موادهای لازمه ترتیب داده شده مورد سنجش پیشکی قرار دارد. گفته می شود در خبر به این زن بر اساس ماده 255 جریمه به مبلغ از 16,000 تا 23,600 سومونی و یا تا 2 سال حکم زندان تهدید می کند.